سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من مستانم و مرسی از اینکه روی این ویدیو کلیک کردین و صدای منو برای شنیدن سرگذشت امشبتون انتخاب کردین. مثل همیشه منتظر حمایت و انرژی مثبتتون هستم. اگه آماده این با هم بریم که شروع کنیم. وقتی توی محله کوچیک زندگی کنی، یکی از بدبختیایی که میکشی اینه که پسرای محله به بهونه غیرت هر لحظه زیر نظرت دارن و خدا نیاره اون روزی که پدر و مادرم بالا سرت نباشه. هر کاری که دلشون بخواد میکنن، هرچی هم که بخوان میگن. بعد فکر کنین پسرموی موادی و دیوونتم سردسته این بیکارا باشه و جای نفس کشیدن برات نذاره. اون وقته که میشه گل بود و به سبز نیز آراسته شد. من پنهونی میرم سر کار دانشگاه، چون اگه به حرف اونا باشه من باید بشینم تو خونه و از گشنگی تلف شم. وقتی هم که دارم از دست میرم خودشون میان یه پولی میندازن جلوم که بهم بگن ببین ما داریم جمع و جورت میکنیم. تهش هم به این برسن که بیان خواستگاریم و خیلی راحت چیزیو که میخوان صاحب بشن. با اینکه اونا شاخ محلن و هیچ دختری حق نداره رو حرفشون حرف بزنه، اما من یکی حاضر نیستم بازیچه دستشون شم و تهش با حقارت و خاری از دنیا برم. درست همونطور که مادرم فوت شد، همونطور که مادرم با پدرم ازدواج کرد و روزی 1000 بار به خودش و حماقتش لعنت میفرستاد. مادرم هم دقیقاً تو شرایط من بود. دلش میخواست بره دانشگاه و خودش برای خودش پول در بیاره، اما مگه پدرم و عموام میذاشتن؟ مادرم که اون زمان یه دختر تنها و مجرد بود و به اجبار تو خونه نگه می‌داشتن. آخرم به زور نشوندنش سر سفره عقد و تا آخر اون بدبختش کردن. تنها نصیحت مادرم تو کل زندگیش این بود که حماقتشو تکرار نکنم. منم قصد نداشتم این کارو بکنم. آدم عاقل از یه جا دوبار گزیده نمیشه. پنجره خونه رو باز کردم و کولر رو انداختم روی دوشم. نزدیک به 5 ساله که پنهونی دارم درس میخونم و کار میکنم. اون پسرموی مزخرفم هم متوجه نشده. تو این 5 سال منتظر این بودم که پولم به اندازه کافی جمع بشه و یه شب همه چی رو ول کنم و برم. از سقف خونه آروم سر خوردم پایین و وقتی پاهم به زمین رسید به سرعت جت دویدم که کسی منو نبینه. البته اون ساعتی که من بیدار می شدم و از خونه می زدم بیرون، حتی خروس محلم بیدار نبود، چه برسه به آدمیزاد. با این حال احتیاط شرط عقل بود. از اونجایی که نمیخواستم چند ساعت رو تو دانشگاه بیکار بشینم، همیشه پیاده میرفتم که سر ساعت اونجا برسم. مثل هر روز وقتی رسیدم به دانشگاه، پاهام دیگه توان راه رفتن نداشت. دانشجوها گروه با خنده وارد محوطه دانشگاه می شدن. نیلوفر تا من از دور دید، دوی سمتمون با خنده گفت امی پیدات نکرد؟ با طعنه گفتم مثل تموم این 5 سالی که گذشت هیچی از قضیه نفهمیده. به سر تا پاش نگاه کردم که رو پاش بند نبود. پرسیدم کپکت خروس میخونه، قضیه چیه؟ با اعتماد به نفس حرف میزد، انگار بهش دنیا رو دادن. گفت با یه نفر که موقعیتش خوبه دوست شدم، بیا و ببین. از اونجایی که احساس خوبی به کارای نیلوفر نداشتم، قیافمو کج کردم. اون همیشه خودشو تو دردسر مینداخت. میدونستم اینم یه دردسر جدیده. با این حال گفتم همین 7 ماه پیش با یه نفر دوست شدی نیلوفر. به قول خودت طرف دیوونت بود. نیشخند زد، چون اسم میکرد کار شاخی انجام داده. گفت اونو ول کردم بابا. این جدیدرم میشناسی. 4 ماهی است که با همین، ولی بهت نمیگم کیه. میخوام هر وقت جدی و قطعی شد بهت بگم. حرفش مثل این بود که بهم برق وصل کنم. گفتم 4 ماه بهم نگفتی؟ مگه میخوای باش ازدواج کنی؟ فقط خندید و برای اینکه از جواب دادم بهم تفره بره دوید و رفت. جز تأسف خوردم براش کار دیگه ای نتونستم بکنم. نیلوفر تنها دوستی بود که داشتم. البته باید بگم تنها کسی که حاضر بود با من دوست بشه، چون وضع زندگی اونم مثل من زیاد تعریفی نداشت. پدری که فوت کرده و مادری که صبح تا شب سر کاره. برادرش هم که بیشتر اوقات خونه نبود، یا سر کاره یا پی تفریحش. زیاد به نیلوفر توجه نمی کرد و همین آزادی باعث شده بود نیلوفر هر کاری که دلش میخواد بکنه.
از اونجایی هم که چهره خیلی زیبایی داره کم پیش میاد که توی دوستیاش شکست بخوره. برعکس اون من کلا تنهام و وضعیتم خیلی بدتره. نه برادری دارم که خرجمو بده، نه مادری که شبا غذا بذاره جلوم. با این حال با هم دوستیم و سعی میکنیم وضعیت همدیگر رو درک کنیم. من توی یه مغازه جمع و جور ساعتی کار میکردم و حقوق میگرفتم که خرج دانشگاهمو بدم. نیلوفرم یا از برادر و مادرش پول میگرفت یا از دوستایی که هر ماه عوض میکرد. این یکی از بزرگترین فرقای من و نیلوفره که زیاد به رفاقتمون آسیب نزده بود. همین که نیلوفر رفت سر و کله رامین مزاحم پیدا شد. اصلا بهش محل نذاشتم، چون مثل همیشه فکر میکردم این حرکت هم باعث میشه دست از سرم برداره، ولی زهی خیال باطل. مثل همیشه اومد سمتم و گفت صبح بخیر خانم رها رستگار. حتی جوابش هم ندادم که گفت طبق معمول سر ساعت رسیدی. سرعتم رو تند کردم که ازش دور شم، ولی این به این معنی نبود که رامین بهم نمیرسه. قبل اینکه بهش اجازه بدم حرفی بزنه رسیدیم داخل کلاس و از اونجایی که حق ورود به کلاس نداشت دم در موند و فقط نگام کرد. وقتی رفت خیالم راحت شد. نیلوفر چند دقیقه بعد بهم ملحق شد و گفت چیه؟ چرا استرس داری؟ خودم رو کنترل کردم و گفتم چیزی نیست، به خاطر پسرعمومه. ترسید و گفت چی؟ تعقیبت کرد؟ سری گفتم نه هیچی نیست، ولش کن نیلوفر. دیگه نذاشتم بحث ادامه پیدا کنه. چند روز بعد اون قضیه بود که مغازه داری که پیشش کار میکردم بهم گفت میخواد مغازه رو جمع کنه و دیگه نیازی به من نداره. منم حیرون دنبال کاری بودم که بتونم در کنار دانشگاه و سختگیری‌های امیر پسرمون انجام بدم، ولی کجا میشد همچین کاری پیدا کرد؟ همون کار نیمه وقتم من شانسی وقتی داشتم از مغازه آقا نصرت خرید میکردم پیدا کردم. اونم که دید وضعم خرابه قبول کرد بهم کار بده. وقتی هم که گفت میخواد مغازه رو ببنده کلی معذرت خواهی کرد. پولم داد و گفت امیدوارم موفق باشی. من مونده بودم و کلی بدبختی و آینده نامعلوم. اون شب حالم خیلی بد بود. انگار تموم آرزوام جلوی چشمام داشت میسوخت و میرفت هوا. وقتی رسیدم خونه از پنجره پریدم داخل. همین که پام به زمین رسید صدای مشت و لگدای امیر به در خونه زیر دلمو خالی کرد. با ترس رفتم دم در و قبل اینکه درو باز کنم به امیر گفتم چته دیوونه؟ داری چی کار میکنی؟ با عصبانیت داد زد و گفت کارت به جایی رسیده که منو میپیچونی؟ دمار از روزگار در میارم. اون دانشگاه و مغازه رو سر داوار میکنم. فکر کردی من اینجا هویجم که تو دور از چشم من همچین کاری میکنی؟ حتی جرأت نداشتم بهش بگم به تو چه، چون این حرف باعث میشد در رو از جا بکنه و سریعتر بیاد داخل. تمام وجودم میلرزید. تنها کاری که تونستم بکنم این بود که به دروغ خواهش کنم آروم باشه تا سریع وسایلی که میخواستم و بذارم تو کیفم. حتی نفهمیدم که اشکام سرازیر شد. هرچی پول داشتم و گذاشتم تو کیفم و کتابایی که میخواستم و برداشتم و اونایی که تو کیفم جا نمیشد و با ناراحتی گذاشتم یه گوشه که اگه یه روز تونستم پنونی بیام ببرمشون. کیفمو گذاشتم روی کولم و خواستم از پنجره بزنم بیرون که دیدم دوستای امیر دارن از دیوار میان بالا. از در ورودی میرفتم حسابم با کرام‌الکاتبین بود. پس از همون پنجره قبل اینکه رفیقای امیر بهم برسن پریدم روی سقف همسایه بغلی. بدون معطلی شروع کردم به دویدن. کل محله زیر پام بود. همه میدیدم با فرارم چه سر و صدایی به پا کردم. از این سقف به اون سقف میپریدم و تا جون داشتم میدویدم. اونقدر ادامه دادم تا اینکه بالاخره تونستم توی یه کوچه تاریک پنهون شم. کیفمو بغل کردم و نیم ساعتی همونجا نشستم تا مطمئن بشم امیر و دوستاش اونقدری ازم دور شدن که دستشون بهم نرسه. میدونستم موندن توی خیابون مثل اینه که با دستای خودم حکم بدبختی خودم رو امضا بزنم. واسه همین اولین جایی هم که به ذهنم رسید خونه نیلوفر بود. اصلا نفهمیدم چطور و با چه حالی و چه سر و وضعی پشت در خونشون ظاهر شدم که نیلوفر ترسیده دعوتم کرد برم داخل.
مثل بید داشتم میلرزیدم. نرگس خانم مادر نیلوفر منو برد به اتاق داداش نیلوفر که خونه نبود. گفت همونجا استراحت کنم تا حالم بهتر شه. وقتی تنها شدیم نیلوفر سریع ازم پرسید چرا حالت اینطوری شده دختر؟ این چه سر و وضعیه؟ اینجا چی کار میکنی؟ نگاش کردم و گفتم نیلوفر امیر فهمید دارم میرم دانشگاه. فهمید سر کار میرم. رنگ نیلوفر مثل گچ سفید شد. فوری بلند شد و گفت داری مسخرم میکنی دیگه. چطور امیر فهمید و تو الان زنده ای؟ سوالش بیجا نبود. بهش گفتم با چه مصیبتی از دست خودش و رفیقاش در رفتم. نیلوفر بیشتر از من به آب نیاز پیدا کرد. اون شب تا صبح کابوس دیدم. کوچیکترین سر و صدا از بیرون خونه بهم ترس تزریق میکرد. چون اسم میکردم امیر و رفقاش ریختن تو خونه و قرار بیچارم کنن. نیلوفرم با اینکه زبونش بند اومده بود تونست زودتر از من استراحت کنه. 3 روز بعد اون روز از خونه بیرون نرفتم و مثل دیوونه ها با گریه به در و دیوار خونه زل میزدم. یه مدت که گذشت حس کردم وقتش یه تکونی به خودم بدم و از خونه نیلوفر برم. چون هر چقدرم اونا بزرگی به خرج میدادن و به روم نمی آوردن خودم میدونستم چقدر وضعشون بده و نمیتونن یه نون خوره دیگه بیارن تو خونشون. خودم رو به در و دیوار میزدم تا یه کار پیدا کنم که به دانشگاهم ضربه نزنه و مجبور نباشم شبا تو کوچه خیابونا بمونم و امیرم پیدام نکنه. اما همچین کاری نبود که نبود. یه هفته بعد بود که نریمان برادر نیلوفر پیدا شد و وقتی قضیه رو فهمید و متوجه شد دنبال کار میگردم بهم گفت که صاحب شرکتی که اونجا کار میکنه داره دنبال یه پرستار میگرده و اگه بخوام میتونه منو بهشون معرفی کنه. از اونجایی هم که پرستار تمام وقته دیگه نیازی نیست نگران جا و مکانم باشن. از اونجایی هم که تمام وقته و بیمارشون وضعیت خوبی نداره حقوق خوبی هم میگیرم. اگه یکم هم صحبت کنم باهاشون میتونم کاری کنم که ساعتایی که دانشگاه دارم و با هم را بیان و بذارن از خونه برم بیرون و به درس و مشقم برسم. فردای اون روز با نریمان رفتیم خونه حسابکارش آقای فرهمند. از اونجایی که خودش خونه نبود همسرش از من سوال جواب کرد که ببینه میتونن منو استخدام کنن یا نه. از طرز برخوردشون معلوم بود که چقدر آدمای مهربونین. ولی با این حال وقتی حرف از کار میشد اونقدر جدی صحبت میکرد که نشون میداد پرستاری از مریضشون چقدر براشون مهمه و باید دقیق انجام بشه. از اونجایی که همسر آقای فرهمند نریمانو میشناخت گفت چون تو داری این خانومو معرفی میکنی بهت اطمینان میکنم نریمان. پس اگه کوچیکترین اتفاقی برای پسرم بیفته اول از چشم این دختر و بعد از چشم تو میبینم. نریمانم با اطمینان گفت من به رها خانم بیشتر از چشم و خواهر خودم توی کار اطمینان دارم. پس خیالتون بابت کار راحت باشه. مشکلی پیش نمیاد. از اونجایی که خودش دانشجوی فیزیوتراپی و یه مدت توی هلال احمر کار میکرد از پرستاری خیلی چیزا میدونست. با احتیاط پریدم وسط حرفش و گفتم من 2 سال دانشگاه پرستاری میخوندم ولی به خاطر علاقم مجبور شدم دوباره درس بخونم تا فیزیو قبول بشم. پس خیالتون از این بابت راحت باشه. خانم فرهمند که انگار اطمینان خاطر پیدا کرده بود قبول کرد در کنار درس خوندنم اونجا استخدام بشم. بعدم به نریمان گفت بره بیرون که با من در مورد کار صحبت کنه. وقتی نریمان رفت رو کرد به من و با جدیت گفت ببین رها خانوم پسر من حدود 27 سالشه و به دلایلی که هنوز به ما نگفته یه روز تصمیم گرفت به زندگیش پایان بده که خدا رو شکر نجات پیدا کرد. اما به خاطر اون سانحه مهره‌های کمرش شکسته و فلج شده و به مراقبت‌های خیلی ویژه‌ای نیاز داره. از اون روز به بعد اوضاع روانیش هم به شدت به هم ریخته. با کسی حرف نمیزنه و حتی نمیذاره کسی زیاد سمتش بره. بعضی وقتام که گریه میکنه یا شروع میکنه به شکوندن وسایلا. پس از همین الان بگم اگه شرایط کنار اومدن با همچین موضوعی رو ندارین بگین که کارو شروع نکرده تموم کنیم. اولش مردد شدم ولی بعد با اطمینان گفتم نه من مشکلی ندارم. خانم فرهمند لبخند کمجونی زد و گفت من و همسرمم دنبال کسی بودیم که هم یه چیزایی از پرستاری بدونه هم قابل اعتماد باشه، همین که بتونه حال روحی روانی پسرمون رو خوب کنه.
وقتی که نریمان به همسرم گفت یه نفر با این مشخصات و سراغ داره، استقبال کردیم. چون هم به خودش اعتماد داشتیم، هم به کسی که معرفی میکنه. پس امیدوارم به چیزایی که گفتم عمل کنین و کنار هم تا مدت زندگی کنیم. لبخند پر استرسی زدم و گفتم حتما. نگران نباشیم. با مهربونی گفت نریمان در مورد دانشگاهت گفت. پس نگران نباش. برای جا و مکانتم باید همینجا بمونی که 24 ساعت حواست بهش باشه. حقوقت هم که توافق کردیم. اگه کارت خوب باشه بهت قول میدم که بعد خوب شدن پسرم یا همینجا برات کار پیدا کنم یا سفارشتو جایی کنم و یه کار خوب برات دست و پا کنم. امیدوارم هم شما راضی باشین هم ما. از خوشحالی دلم میخواست داد بزنم. چون هم مشکل جا و مکانم حل شده بود، هم دانشگاه و هم حقوقم. حداقل تا مدت‌ها نگرانی نداشتم. از خدا خواسته سری قبول کردم و قراردادا رو امضا کردم. بعدم بهم گفت از همین امروز میتونم شروع به کار کنم. نریمان که فهمید همه چی خوب پیش رفته، گفت وسایلمو از خونه خودشون برام میاره. خانم فرهمندم منو اول برد به اتاقم که اونجا رو نشونم بده. بعدم گفت منو میبره پیش پسرش. وقتی اسم پسرش اومد کلی استرس گرفتم. چون گفته بود اون زیاد حرف نمیزنه و الان افسرده شده و حالش زیاد خوب نیست. از همه بدتر این که نمیذاره کسی حتی باش ارتباط بگیره و حتی تو کاراش و طبابت کمکش کنه. میدونستم برای همینم هست که حقوق بالا پیشنهاد دادن. چون میدونستن سر و کله زدن باشون قدران قرار نیست برای پرستار آسون باشه. اتاقش کنار اتاق من بود. بیشترین دلیلش هم این بود که هر موقع لازم شد سری خودم رو بهش برسونم. در اتاق که باز شد حس کردم کلی غم و بدبختی جای هوا و اکسیژن پاشید تو صورتم. فضا سنگین و سکوت عجیبی داشت. خانم فرهمند با خوشرویی جلو رفت و گفت نیما پسرم خوبی؟ آب دهنم قورت دادم. اون پسری که ازش حرف میزد روی یه ویلچر بی حرکت نشسته بود و داشت از پنجره تموم شیشه‌ای به حیاط خونه نگاه میکرد. حتی جواب مادرش هم نداد. اولش ترسیدم چون فکر کردم چیزی شده. اما بعد که سرش یه لحظه کوچیک حرکت کرد نفسمو با خیال راحت بیرون دادم. خانم فرهمند جلو رفت و پرده‌ای که روی اکثر پنجره‌ها رو پوشونده بودن و کنار زد و گفت من و پدرت برات یه پرستار استخدام کردیم که از این به بعد به کارات رسیدگی کنه. اسمش رهاست. پس هر وقت به کمک نیاز داشتی یا مشکلی بود میتونی به اون بگی. اتاقت هم اینقدر تاریک نکن. مگه تراپیستت بهت نگفت نباید زیاد تو تاریکی باشی؟ از اتاق که بیرون نمیای. حداقل نور خورشید از خودت دریغ نکن پسر. خانم فرهمند حرف میزد و نیما فقط به همون نقطه‌ای که خیره بود خیره میموند و هیچی نمیگفت. خانم فرهمند که کارش تموم شد رفت روبروی نیما ایستاد که جلوی نگاهش به حیاطو بگیره. نیما با بیخیالی تموم سرشو برگردوند و از یه زاویه دیگه به حیاط خیره شد. خانم فرهمند گفت عزیزم تو رو خدا به خودت رحم نمی کنی؟ به من و پدر پیرت رحم کن که داریم با دیدن تو لحظه به لحظه آب میشیم. داریم برای خوب شدنت به هر دری میزنیم. فقط مونده تو همکاری کنی. به من نگاه کرد و با دست اشاره کرد که برم کنارش. لبخند زدم و سعی کردم خودم رو قابل اعتماد نشون بدم. ولی وقتی روبروی نیما ایستادم حتی نگامم نکرد. به جاش با فشار دادن دکمه ویلچر یکم عقب رفت که فاصله‌ام باشه حفظ بشه. خودم رو نباختم و گفتم سلام. من رها رستگارم. پرستار شخصی و تموم وقت شما از این لحظه به بعد. نیما حتی باز نگامم نکرد. از چهره داغون و صورتش معلوم بود واقعا با معجزه خدا زنده مونده. اما این ذهنیتم رو تو چهرم نشون ندادم که نفهمن چه فکری تو سرم میگذره. چند دقیقه بعد خانم فرهمند به این نتیجه رسید که منو تنها بذاره تا یکم بیشتر با نیما و حال و هواش آشنا بشم. ولی مشکل اینجا بود که طرز نگاه خشک و تو خالی نیما اینطوری بود که من مثل یه مزاحم دارم دورش میچرخم و خلوت آرامش بخششو به هم میزنم. روی یکی از صندلیایی که روبروی نیما بود نشستم و چند دقیقه یا ساکت فقط به زمین خیره شدم. اونم همچنان تو همون حالت بود. گفتم میدونم حس میکنین من یه آدم اضافیم، اما
باور کنین قسم فقط کمک کردن به شماست. حس کردم بهم نیشخند زد. انگار میخواست بگه تو فقط به خاطر حقوقش اینجایی. با این حال ادامه دادم و گفتم من نمیدونم چه اتفاقی براتون افتاده و چرا تصمیم گرفتین این رو انتخاب کنین. حتی نمیدونم الان چه احساسی دارین. چرا به یه گوشه ظلم میزنین و فقط سکوت تحویل خانوادتون میدین. واقعا درکتون نکردم و هنوز تو زندگیم با اون همه سختی که کشیدم به مرحله نرسیدم که مثل شما بی حرکت بشینم و توی تاریکی غرق بشم. ولی حالا که اینجام میخوام هر طوری شده کمکتون کنم که حالتون بهتر بشه. جز کشیدن یه نفس عمیق حرکت دیگه ای نکرد. مجبور شدم بلند شم و بعد سخنرانی که کردم اتاقو ترک کنم تا یکم بودن منو هضم کنه. اگه همچنان کنارش میموندم عصبی میشد و میترسیدم کار دست جفتمون بده. اما همین که از اتاق زدم بیرون کسی رو دیدم که حتی به ذهنم هم نمیرسید اونجا ملاقاتش کنم. رامین تا چشمش خورد بهم نیشخند زد و جلو اومد. سر جام ایستادم و مات نگاش کردم که گفت خانم رستگار شما کجا و اینجا کجا؟ قبلا ما می اومدیم دنبالتون، الان شما اومدیم تو خونه حقیر ما. حرفش مثل پد خورد تو سرم. اونجا بودن رامین یعنی خدا بهم یادآوری کرد هنوزم که هنوزه من بدبختیام تموم نشده. حتی نذار چند دقیقه حس خوشبختی داشته باشم. از کنار رامین رد شدم و گفتم من برای دیدن تو اینجا نیستم. هیچ کاری هم باهات ندارم. امیدوارم تو هم منو تو این خونه ندیده بگیری و دست از سرم برداری. چون اینطوری برای جفتمون بهتره. ولی مگه رامین دست بردار بود؟ پشت سرم از پله پایین اومد که دوباره حرف وارم کنه. ولی قبل اون نریمان به دادم رسید. اولش فکر میکردم رامین خدمتکاری چیزی باشه. ولی وقتی نریمان گفت اون برادر نیماست کل غم و غصه دنیا آوار شد رو سرم. این یعنی از این به بعد چه میخواستم و چه نمیخواستم باید کل روز با رامی زیر یه سقف میموندم و نه تنها برای خوب کردن حال نیما سر و دست میشکوندم بلکه باید حرفای مزخرفش رو زوری گوش میکردم. چون اینجا قدرت دست اون بود و مثل دانشگاه نمیتونستم با پریدن توی یکی از کلاس‌ها از دستش راحت بشم. اون شب وقتی موقع شام ازم خواستن مثل یکی از اعضای خانواده کنارشون بشینم و غذا بخورم حس کسی رو داشتم که قراره دوباره بازرسی بشه. نگاه مزخرف رامین که هم بود، نگاه سنگین پدر و مادرش هم اضافه شده بود. پدرش در حالی که با دقت و جدیت غذا میخورد پرسید نظر در مورد وضعیت پسرمون چیه. حواسمو جمع کردم که غذا نپره تو گلوم. باید جدی میبودم. باید جدی جواب میدادم وگرنه منو دست کم میگرفتن. گفتم از واکنششون نسبت به همه چی معلومه که ضربه خیلی بدی هم خوردن. شکستگی مهره و فلج شدنشونم مثل این که افسردگیشونو بیشتر کرده. ولی مطمئناً با کمک فیزیوتراپی و تراپیست و یکم تلاش میشه دوباره حالشونو بهتر کرد. پدرش با جدیت اضافه کرد دکتر شخصیش هر چند وقت یه بار میاد و توصیه‌ای میکنه که باید حتما در روز برای بهتر شدن آسیب جسمیش انجام بده. حواست جمع باشه که هر وقت اومد با دقت به حرفاش گوش بدی که اشتباهی انجام ندی. تراپیستش هم هر هفته بهش سر میزنه و کار خودش انجام میده. پس ازت توقع دارم در کنار اینکه حواست به کارهای پسرمون هست حال روی روانیش هم جمع و جور کنی. منم قول میدم حقوقی بهت بدم که راضی نگهت داره. با جمله آخر آقای فرهمند نگاه رامین محکم‌تر شد و بیشتر عذابم میداد. مادر رامین اضافه کرد از اونجایی که خودت دانشجوی فیزیوتراپی هستی با این کار آشنایی داری و میتونی خوب کارتو انجام بدی. ولی همونطور که خودت هم دیدی پسرم نیما به خاطر ضربه روحی که خورده زیاد همکاری نمیکنه. توقع داریم که خودت یه جوری توی روند بهبودش همکاری کنه و همزمانم حال روحیشو قوی نگه داره هم حال جسمیش. با اطمینان لبخند زدم و گفتم نگران نباشین. قول میدم حال پسرتون خوب بشه. وقتی از هم چیزیو که میخواستن شنیدن خیالشون راحت شد. بعدم ازم خواستن غذای نیما رو براش ببرم. اما وقتی رفتم تو اتاقش طبق معمول بی محلی کرد و با رفتارش نشون داد که میخواد تنها باشه.
ولی جای اینکه کامل تنهاش بذارم با فاصله ازش ایستادم و خوردنشو نگاه کردم. بیشتر از 2 قاشق نخورد و ظرفو گذاشت یه گوشه. کلافه رفتم روبروش نشستم و گفتم اگه چند تا قاشق دیگه غذا نخوری تا صبح بالا سرش وای میسم و نمیذارم تو سکوت و آرامشش به در و دیوار خیره بشه. وقتی چهره مصممم دید به خاطر آرامش خودشم که شده بود قبول کرد غذاشو کامل بخوره. بعدم ظرف و اولد سمتم و با نگاش بهم گفت برو بیرون. منم با فتح اولین پیروزیم اتاق رو ترک کردم و رفتم. خانواده نیما که دیدن ظرف غذای نیما خالیه یه جوری از خوشحالی اشک میریختن که دلم به حالشون سوخت. چون مدام این سوال تو سرم بود که نیما میدونه مادر و پدرش به خاطر یه همچین چیزی چقدر ذوق کردن و بازم اینطور رفتار میکنه یا از چیزی خبر نداره. اون شب قبل استراحت به نیما سر زدم که از قیافش معلوم بود با دیدنم حسابی کلافه شده. خندم و خوردم. بعد اینکه رفت استراحت کنه به سقف زل زد و منم پرسیدم چیزی نیاز نداره که سکوت کرد و بی حرکت موند. چند لحظه بی حرکت موندم. بعدم لبخند زدم و گفتم شب بخیر. وقتی رفتم بیرون با رامین برخورد کردم. قبل اینکه دوباره چرت و پرت بپرونه تو اتاقم پنهون شدم و درو قفل کردم. بعدم نشستم و به زندگی نفسم فکر کردم. به این که الان امیر کجاست و اگه خدایی نکرده یه روزی پیدام کنه چه اتفاقی میفته. به این که به نیلوفر زنگ نزدم و فردا قراره کلی حرف ازم بکشه بیرون و من مجبورم بهش بگم با رامین افتادم تو خونه‌ای که دارم کار میکنم. تا صبح فکر و خیال از سرم بر نداشت. صبح وقتی بیدار شدم قبل رفتن به نیما سر زدم و کمکش کردم روی ویلچر بشینه و تو خوردن صبحونم کمکش کردم. طبق معمول بی صدا فقط نگام کرد و بهم فهمون میخواد تنها باشه. با گفتن اینکه دانشگاه دارم تناش گذاشتم و رفتم. رامین طبقه پایین منتظرم بود که به خیال خودش با هم بریم دانشگاه. منم که 2 دلیل داشتم که سوار ماشین گرون قیمتش نشم. یکی این که هوا برش میداره و فکر میکنه چقدر برام مهم باشه و دنبال موقعیتش افتادم. دوم این که حاضر بودم شرط ببندم که امیر رو دوست داشتم در دانشگاه منتظر اینن که منو اونجا ببینن و ببرنم تو اون محله خراب شده حسابمو برسن. برای همینم با بی‌محلی نسبت به تموم تیکه‌های رامین خودمو با تاکسی رسوندم به دانشگاه. وقتی یکی از دوستای امیر رو دم در دانشگاه دیدم به راننده گفتم ماشین رو ببره سمت دیوار پشتی دانشگاه. چون میخواستم از دیوار بالا برم و امیدوار بودم لو نرم و کسی بهم گیر نده که دارم همچین کاری میکنم. ولی خب میدونستم اگه بار اول و دوم و سوم گیر نیفتم آخر سر گیر میفتم و برام دردسر میشه که جای در ورودی از دیوار دانشگاه وارد شدم. هم که پریدم پایین صدای نیلوفر زهرم و ترکون. گفت چرا از اینجا اومدم داخل؟ که سری جلوی دهنشو گرفتم و گفتم ساکت باش، میخوای دردسر درست کنی؟ خندید و گفت تا نگی چه خبره و دیروز چه اتفاقی افتاده دست از سرم بر نمیداره. منم سریع هر اتفاقی که افتاده بود و بهش گفتم. اما نمیدونم چرا وقتی اسم رامین و اتفاقایی که برای برادرش افتاده رو گفتم نیلوفر رنگ از رخش پرید. ما تکونش دادم و گفتم چرا اینطوری شدی نیلوفر؟ پرسید گفتی پرستار پسر بزرگشون شدی؟ اون الان فلجه. طرز حرف زدنش منم بی دست و پا میکرد. طرز حرف زدنش منم نگران کرد. گفتم خب چرا اینطوری حرف میزنی تو دختر؟ دارم دیوونه میشم. خب بگو چی شده؟ مگه چی هست؟ قبل اینکه بتونه جواب بده رامین پرید وسط بحثمون. اصلا نفهمیدم چی شد که نیلوفر با عصبانیت سر رامین داد زد و گفت تو به من نگفتی. بعدم رامینو کنار زد و به حرفش که میگفت اگه توضیح میدادم چیزی تغییر نمیکرد گوش نکرد و رفت. اوضاع یه جوری مبهم بود که هر طور پازلا رو کنار هم میچیدم نمیتونستم به جواب برسم. از اون طرفم نمیخواستم از رامین بپرسم چه خبر شده و جواب سوالامو بگیرم. به خاطر همین بی توجه بهش دویدم سمت نیلوفر که ببینم چیزی میگه یا نه. ولی تنها چیزی که نصیبم شد دیر رسیدم به سر کلاس بود. کل اون چند ساعتی که سر کلاس بودم فقط به این فکر میکردم که دلیل اون رفتارای نیلوفر چیه. وقتی هم که کلاس تموم شد خیلی سریع وسایلمو جمع و جور کردم که خودمو برسونم به خونه.
اما تا یادم اومد امیر رو دوست داشتم درن قصه‌ام گرفت. میدونستم اینطوری نمیشه. باید یه مدتی دانشگاه رو ول میکردم. وگرنه امروز نه 2 روز دیگه بالاخره گیر میافتادم. به خاطر همین اولین کاری که کردم این بود که برم برای یه ترم کامل مرخصی بگیرم. با این حال نمیدونم چطوری، ولی وقتی خواستم از دیوار دانشگاه بپرم پایین، علیرضا دست راست امیر رو دیدم که گفت میبینم که زنده داشت تو بالا رفتن از در و دیوار ماهر شده. بیا پایین که داش امیر 2 روزه به خاطرت خواب و خوراک نداره. با انزجار داد زدم بره همون جایی که پدر و مادرش رفتن و بعد با ترس پریدم داخل محوطه دانشگاه. تصمیم گرفتم از در ورودی بزنم بیرون. با خودم فکر کردم که اونا در هر صورت منو میگیرن. اگه جایی باشم که ازدحام زیاد باشه ممکنه بتونم برم یا یه معجزه چیزی رخ بده. همین که پامو از در دانشگاه گذاشتم بیرون، امیر مثل اجل معلق باره سرم ظاهر شد. گفت یه مدت رهات کردم پررو شدی، حالا ببرمت خونه به حسابت میرسم. حتی فکر این که برگردم به اون خونه باعث میشد تمام وجودم بلرزه. شروع کردم به داد زدن و دست و پا زدن که نظر همه به ما جلب شد. نگهبان و چند تا از پسرای دانشگاه اومدن جلو و مانع امیر شدن. منم که همچنان مثل بیت میلرزیدم یواشکی سواری یکی از تاکسیایی که دم در دانشگاه ایستاده بود شدم و از راننده خواستم فقط بره. حتی جرئت نکردم برگردم و ببینم امیر و بچهای دانشگاه دارن چی کار میکنن. از خودم بدم میومد، بس که باعث دردسر میشدم. دردسرای من یکی دوتام نبود که. تا اومدم بگم از شر امیر راحت شدم، دیدم یه موتور داره میزنه به شیشه این ماشین. چشمم که خورد به علیرضا، دنیا رو سرم خراب شد. راننده ازم پرسید که این آقا با منه یا نه. تا گفتم مزاحمه، سری زد یه گوشه و پیاده شد که ببینه حرف حساب علیرضا چیه. علیرضا خطاب به من داد میزد برگردم محله و برای خودم دردسر درست نکنم، چون هر روزی که پام از اون خونه دور باشه امیر دیوونه تر میشه. منم داد زدم حاضرم از بین برم ولی پامو تو اون خونه نذارم. فکر کردین کی هستین؟ علیرضا که انگار بدجوری بهش برخورده بود یه دختر اینطوری باشه حرف بزنه، خواست بیاد سمتم که همون لحظه سر و کله نریمان از نوکجا آباد پیدا شد و دست علیرضا رو کوتاه کرد. یه جوری عصبانی بود که حتی منم ازش میترسیدم، چه برسه به علیرضا. با حرص بهش هشدار داد یه بار دیگه سر و کله‌اش سمت من پیدا شه خدا به دادش برسه. وقتی هم که علیرضا سوار موتور در و داغونه شد و رفت کرایه تاکسی حساب کرد و گفت خودش منو میرسونه. با عصبانیت گفت یه مدت دانشگاه نرو. حرف عوض کردم و پرسیدم از کجا فهمیدی؟ گفت نیلوفر بهش زنگ زد و تو وقت استراحتش دویده و اومده دنبالم. بعدم دیگه چیزی نگفت. منو که رسوندم در خونه از چهره نریمانم معلوم بود هنوز حالش خوب نشده. گفتم به خانواده فرهمند میگم یه ترم از دانشگاه مرخصی گرفتم. فقط گفت خوبه، دیگه از خونه بیرون نیا تا آب از آسیاب بیفته. بعدم گازشو گرفت و رفت. هنوز میترسیدم امیر سر برسه، به خاطر همین سری پریدم تو خونه و رفتم تو اتاقم. نهارو خیلی سری خوردم و از اونجایی که رامین هنوز نیومده بود خونه بعد میشستم به این فکر میکردم که چطور جلوی اونو بگیرم و نذارم پیش خانوادش در مورد دعوای امروز چیزی بگه. وقتی غذای نیما رو بردم تو اتاقش طبق معمولش از پنجره به بیرون نگاه میکرد، ولی در کمال تعجب این بار به ورود من واکنش نشون داد و سرشو برگردون. حتی مانع کمکم هم نشد. اون روز دکتر مخصوص و تراپیستش هم اومدن که با هم در مورد وضعیت نیما صحبت کنن و به هم یاد بدن چطور میتونم بهش کمک کنم که سر پاشه. روزا پشتم گذشت و رامینم حرفی از اون روز دانشگاه پیش خانوادش نزد. کم کم حس کردم افسردگی گرفتم که فقط تو خونه نشستم. دلم برای دانشگاه و نیلوفر تنگ شده بود. هرچی بهش میگفتم بیا اینجا دیدنم میگفت امکان نداره. وقتی هم میگفتم پشت تلفن بهم بگو اون روز چرا حالت بد شد، حرفی نمیزد و منو میپیچوند و تماسو قطع میکرد. وقتی دیدم حرف کشیدن از اون هیچ تأثیری نداره تصمیم گرفتم یه مدت روی کارم تمرکز کنم و هر وقت حالش بهتر شد یا موقعیت جور شد از نیلوفر بخوام بیاد اینجا. تو اون مدت ارتباطم با نیما خیلی بهتر شده بود.
اون حرف نمیزد. منم سعی میکردم تا میتونم باش حرف بزنم که حتی برای داد زدنم که شده به حرف بیارمش. چند باری دیدم که به مسخره بازیام لبخند زد یا دهن وا میکنه حرف بزنه ولی بعد پشیمون میشه. این از نظر من و حتی تراپیستش یه پیشرفت چشمگیر بود و اگه میتونستم به همین روند ادامه بدم نیما کم کم حال روانیش بهتر میشد و به حرف میومد. خانواده‌اش هم که میدیدن دارم کارم خوب انجام میدم کلی تشویقم میکردن و بهم میگفتن یه جایزه خوب پیششون دارم. یکی از پیشرفتایی که خیلی به چشم خودم اومد این بود که نیما دیگه نسبت به درمان و کمک اطرافیانش برای سرپا شدنش گیر نمیداد و مقاومت نمیکرد یا موقعی غذا خوردن و کارهای دیگه همکاری میکرد. کم کم تونست پاشو تکون بده و خانم فرمند وقتی اون صحنه رو دید یه جوری از خوشحالی گریه کرد که دلم براش ریش ریش شد. کلی ازم تشکر کرد. انگار من معجزه کرده بودم، در حالی که اگه همکاری خود نیما نبود همچین اتفاقی هم نمیافتاد. نیما خودش میخواست خوب بشه. دلیلش هرچی که بود میخواست سر پاشه و برای همینم همیشه ازم میخواست بهش کمک کنم. اون روز خانم فرمند کلی برنج پخت و برد پرورشگاه و به آقای فرمند اصرار کرد پول برای بچهای سرطانی اهدا کنه. به گفته خودشم که کلی نظر دیگه داشت که میخواست آروم آروم با بهتر شدن حال نیما ادا کنه. وقتی کل امارت از بهتر شدن حال نیما خوشحال بودن رامین تو خودش بود و هرس میخورد. دلیلش هم هرچی بود به هیچکی نمیگفت و سعی داشت جلوی پدر و مادرش حفظ ظاهر کنه. جلوی چشم من یه طوری رفتار میکرد و جلوی پدر و مادرش یه طور دیگه. هیچ جورم قرار نبود از سرم برداره. مدام را میرفت و میگفت من یه دختریم که دنبال موقعیتم و دارم به نیما کمک میکنم که بعداً ازش یه چیزی بگیرم. انگار یه عقده توی وجودش گیر کرده بود و سعی داشت با گفتن این حرفا به من وجدانشو راحت کنه. ولی هر روز که میگذشت و این تیکه کنایه‌اش بیشتر میشد فهمیدم اون حرفا به من آسیب نمیزنه، داره حال خودشو بدتر میکنه و خیلی هم از این قضیه خوشحال بودم. حتی یه حسی بهم میگفت حال الان نیما تقصیر رامینه که از خوب شدن اونقدر کلافه و عصبیه. عذابا و تیکه‌اش بس نبود که یه مدت بعد دیدم مدام بهم میپره و میگه از خونشون برم بیرون، یا با پای خودم میرم یا اون یه کاری میکنه منو بیرون کنن. بیشتر وقتا سعی میکردم جوابشو ندم. میدونستم اگه کاسه صبرم لبریز میشد و سرش داد میزدم خودش یه بهونه بود برای بیرون انداختنم. پس سعی میکردم بی محلی کنم و وقتی هم جوابشو میدم اونقدر خوب باشم که بیشتر بسوزه و عصبانی شه. ولی نمیدونستم یه آدم دیوونه برای رسیدن به خواسته هاش چه کارا که نمیتونه بکنه. اون روز مثل همیشه نشسته بودم کنار نیما که ناخودآگاه با به یاد آوردن خانواده‌ام و سختیایی که کشیدم بغض کردم. شروع کردم به صحبت کردن با نیما و از هرچی که کشیدم و بهش گفتم. از دلیل دانشگاه نرفتنم و درگیری اون روز دانشگاه و حسی که از تو خونه موندم بهم دست داده بود و خیلی چیزای دیگه. تو خودم بودم و برای دل خودم اشک میریختم که یهو نیما گفت تو مثل من نیستی. شنیدن صداش یه چیز غیر ممکن بود برای من. اصلا باورم نمیشد که اون با من حرف زد. ناباور ازش پرسیدم چی؟ همونطوری که روی ویلچر نشسته بود با لبخند غمگینی نگام کرد و گفت تو از من قوی تری. من اگه جای تو بودم خیلی وقت پیش خودم رو تموم میکردم. ما تو مبهوت فقط نگاش کردم. گفتم تو الان داری با من حرف میزنی یا توهم میزنم؟ وقتی به حرفم خندید حس کردم واقعا دارم توهم میزنم. دستشو گذاشت جلوی دهنشو گفت خیلی وقت بود که نخندیده بودم دختر، تو واقعا یه چیزیت میشه. اون داشت بی خیال همه جا حرف میزد و من داشتم شاخ در می آوردم. از جام بلند شدم و گفتم الانه که دیوونه بشم. کم کم داشتم باور میکردم که لالی، پس این همه مدت صحبت نمی کردی؟ انگار سوالم اونو برده باشه به سمت یه خاطره قدیمی. صورتشو برگردوند و گرفته گفت چون نمیخواستم کسی ازم سوال بپرسه. نمیخواستم جواب سوالاشونو بدم. اگه حرف میزدم مجبور بودم به هر چی که میگن جواب بدم. به خاطر همین وانمود کردم که نمیتونم صحبت کنم تا دست از سرم بردارن. دلم میخواست ازش بپرسم چرا همچین فکری میکردی؟ ولی میدونستم اینم یه نوع سواله و
دلم نمیخواست نیما از اینکه با هم حرف زده پشیمون بشه. پس ساکت شدم و با گفتن یه آهان روی صندلی نشستم. نمیدونم چرا، ولی از اینکه نیما با هم حرف زده بود هم هیجان زده بودم، هم ناراحت و درگیر. حس میکردم الان کاریو کردم که هیچکی نمیتونست انجام بده. اما بحث این بود که نیما چرا فقط پیش من حرف زد. میدونستم داره یه اتفاقایی بین من و اون میفته که خودمونم ازش بیخبریم. اون روز حال نیما بهتر از وقتای دیگه بود. به در و دیوار زل نمیزد و با سکوت و عقب نشینی کردنش بقیه رو عذاب نمیداد. البته این رفتارهای آرومش فقط پیش من بود و همچنان وقتی بقیه می اومدن تو اتاقش بدخلقی میکرد و حرف نمیزد. به منم گفت به کسی نگم که داره با هم صحبت میکنه. حوصله جشن و سرور مادرش و بریز و به پاشای پدرشو نداره. منم که دیدم اینطوری میخواد قبول کردم و به کسی چیزی نگفتم. چند روز بعد بود که مادر نیلوفر بهم زنگ زد و گفت نیلوفر حالش بده و رفته بیمارستان. هولکی از خانم فرامند اجازه گرفتم که برم دیدنش. وقتی رسیدم بیمارستان دیدم بیحال تو بیمارستان افتاده و بهش سرم وصله. هرچی از مادرش پرسیدم قضیه چیه چیزی نگفت و گفت به خدا منم خبر ندارم. امروز پشت گوشی با یکی از دوستاش دعواش شد و بعدم شروع کرد به داد زدن و هیچی به هیچی. دیدم دختر قشنگم بیهوش افتاده کف خونه. هر کاری کردم به هوش نیومد که زنگ زدم به آمبولانس. از مادر نیلوفر خواستم برگرده خونه یکم استراحت کنه که خودم کنار نیلوفر بمونم. یه حسی بهم میگفت اونی که به نیلوفر زنگ زده بود رامین بود، چون به چند دقیقه نرسید که سر و کلش تو بیمارستان پیدا شد. از اونجایی که هنوز نیلوفر به گوش نیومده بود رفتم سمتش و داد زدم تو بهش زنگ زده بودی؟ چی بهش گفتی که حالش اینطور شد؟ رامین عقب کرد و گفت الکی دور بر ندار، من چی بهش نگفتم. دلم میخواست جوری بزنمش که حقشه، ولی میدونستم زورم به هر کی برسه به رامین نمیرسه. صدامو کنترل کردم و گفتم چطور چیزی نگفتی که اینطوری به هم ریخت؟ اصلا بگو ببینم چرا با هم دیگه صحبت میکنین؟ مگه چی کارشی که مدام مزاحمش میشی؟ پوزخندی زد و گفت من مزاحمش میشم؟ وقتی از چیزی خبر نداری الکی ادعا نکن خانم پرستار. دوست شماست که هر روز دنبال منه و به هم میگفت بیا دوست بشیم. چرا؟ چون وضعم خوبه. از اونجایی هم که زیادی باهات صمیمی نبود نخواست بهت بگه. از فکر اینکه نیلوفر اون روز تو دانشگاه منظورش از دوست جدید رامین بوده اعصابم به هم ریخت. حس می‌کردم به شعورم توهین شده. اون منو هیچی حساب کرد و این همه وقت از رفاقتش با رامین نگفته بود. اونم بی دلیل. رامین که دید حرفی برای گفتن ندارم به هم گفت امروز هم دیگه اعصابم نکشید. زنگ زدم بهش گفتم میخوام به هم بزنیم. اونم سری پس افتاد. من باهاش هیچ کار اشتباهی نکردم. خودش هم اینو خوب میدونه. فقط دنبال یکیه که زندگیشو بچرخونه و مشکل مالی نداشته باشه. فکر کرد منم مثل بقیه‌ام. منم بهش نشون دادم از این خبران نیست. حرفای رامین منم داشت میسوزون. دستام از عصبانیت زیاد میلرزید. فقط خدا میدونه چطور خودمو کنترل کردم که سرش داد نزنم. گفتم پس الان اینجا چی کار میکنی؟ عصبی بود. درست مثل من. از رفتارش میتونستم اینو بفهمم. گفت اومدم ببینم کار دستم نداده باشه. من دنبال دردسر نیستم رها. اگه دوست اندازه تو اعتماد به نفس داشت اینقدر مسخره بازی در نمی آورد و خودشو کوچیک نمی کرد. شوکه بودم. گفتم بعد اون همه مدت که با هم بودین چی شد به این نتیجه رسیدی که باید رهاش کنی؟ رامین با بی‌حوصلگی گفت دوستی من و دوستت خیلی پیچیده تر از چیزیه که تو فکر میکنی دختر خانوم. اگه خیلی دوست داری داستانشو بشنوی میتونی وایسی هر وقت به هوش اومد از خودش بپرسی. من دارم میرم. از اینکه نمیتونستم جلوی رفتنشو بگیرم از خودم عصبانی شدم. ولی خوبیش این بود که از شر نگاه و حرفای مسخرش راحت میشدم. از نیلوفر اونقدر ناراحت بودم که دلم نمیخواست حتی نگاش کنم. ولی با این حال منتظر موندم که به هوش بیاد. اون خیلی چیزا داشت که من میخواستم بشنوم. چون مطمئن بودم خیلی از اون حرفا به منم مربوطه. چون اگه نبود رامین اونطور حق به جانب صحبت نمیکرد و همه تقصیرها رو گردن نیلوفر نمینداخت. وقتی نیلوفر به هوش اومد حرفایی زد که باعث شد جوری ازش متنفر شم
که بیمارستان رو بدون توجه به گریاش ترک کنم. اون نه تنها زندگی خودشو با کاراش تباه کرده بود، بلکه پای نیمای بیچاره هم توی این جریان باز کرده بود. همون روزی که نیلوفر اومد و گفت با یه آدم جدید دوست شده، اون رامین بود. و اون پسر بیچاره‌ای که واقعا از ته قلب نیلوفر رو قبل رامین میخواست، نیما بود. من تا قبل اینکه برم سر کار نیما رو ندیده بودم، ولی از طرز حرف زدن نیلوفر معلوم بود که چقدر نیما عاشقشه. اونا توی یه کافه با هم آشنا شده بودن. کافه‌ای که نیلوفر کار میکرد و پاتوق همیشگی نیما بود. بعد اینکه نیما یه دل نصد دل عاشق نیلوفر میشه، مثل همیشه که نیلوفر بعد یه مدت ارتباطش رو با طرف به هم میزنه، با نیما قهر میکنه و بعد چند ماه میره با رامین که توی یه دانشگاه درس میخوندیم. اولش خبر نداشت اونا برادرن. پس با خیالی راحت داشت زندگیشو میکرد و نیما اون داشت از این جدایی و وابستگی که به وجود اومده بود دق میکرد. تا اینکه نیما نیلوفر رو تعقیب میکنه و با رامین اونو میبینه. اما جلو نمیره و چیزی بهش نمیگه. و با فهمیدن این موضوع و اینکه قراره ازدواج کنن، تصمیم گرفته به زندگیش پایان بده. اما به خواست خدا زنده موند. یه مدت رفت تو کما و وقتی به هوش اومد، ویلچر نشین شد و کل زندگیش تباه شد. نیلوفر به گفته رامین فکر میکرد نیما به خاطر این با هیچ حرف نمیزد که نمیخواست خانوادش بفهمن یه جورایی رامین باعث و بانی این اتفاق برای نیماست. جدایی از نیلوفر از یه طرف و فلج شدنش هم از یه طرف باعث شد نیما افسردگی بگیره. به خاطر همینم خانوادش دنبال این بودن که براش پرستار بگیرن که حالش بهتر شه. نیلوفر از برادر بودن نیما و رامین خبر نداشت. حتی نمیدونست نیما خواسته به زندگیش پایان بده. تا اینکه یه روز تو گوشی رامین داشتن به عکسای دو نفرشون نگاه میکردن که ما بینش عکس نیما رو میبینه و اونجا میفهمه که نیما برادر رامینه. برای همینم اون روز با رامین دعوا کرد و گفت چرا بهش نگفته که نیما برادرشه. البته که زیادم براش مهم نبود. فقط میخواست از وجدانی که داشت و آروم کنه. بعد یه مدت هم بیخیال این شد که برای نیما قصه بخوره. چون به خیال خودش تقصیر اون نبود که نیما اونقدر رفاقتشون رو جدی گرفته بود و بعدم به خاطر جدا شدنشون این کارو با خودش کرده. وقتی اینا رو گفت دستمو بردم بالا که بزنم تو گوشش، ولی به جاش گفتم نیلوفر خیلی نامردی. حتی لیاقت نداری که یکی تو رو به خاطر اشتباهاتت بزنه. به خاطر حرفام چنان عصبانیتی تو چشماش نشست که نشون داد تموم اون سالا دوستیمون خاکستر شد و به فراموشی سپرده شد. وقتی رسیدم خونه اولین کاری که کردم این بود که بپرم تو اتاقم و به حال نیما اشک بریزم. تو کمتر از یه سال زندگیش زیرورو شده بود. نمیدونم چرا نسبت به حالش عذاب وجدان داشتم و حس میکردم تقصیر منم هست، در حالی که هیچ دلیل و منطقی بر این ادعام نداشتم. هنوز خالی نشده بودم که دیدم نیما داره در اتاقمو میزنه. تعجب کردم که تصمیم گرفته از اتاقش بیاد بیرون. حالمو که دید یکم با هم حرف زد. گفت میبینی زمین چقدر گرده؟ اومده بودی اینجا حال منو خوب کنی. حالا جای منو تو عوض شده. من دارم دلداریت میدم. به مهربونیش لبخند زدم و گفتم مرسی. من واقعا حالم خوب نیست. اشکامو که پاک کردم گفت هرچی یا هر کسی که این کارو کرده بدون ارزششو نداره. هیچ ارزششو نداره. من اینو بهتر از هر کسی تو این دنیا میدونم. میدونستم داره در مورد نیلوفر حرف میزنه و همین بیشتر ناراحتم میکرد. سرمو تکون دادم و حرفشو تایید کردم. از اون روز به بعد نه نیلوفر رو دیدم و نه رامین. رامین زیاد خونه نمی اومد و بیشتر وقتا بیرون از خونه بود. به جاش هر دقیقه و هر لحظه کنار نیما بودم و کمکش میکردم که سر پاشه. هر روزم که میگذشت حالش بهتر و بهتر میشد. کم کم کار به جایی رسید که روی میلای موازی زیر نظر پزشک شروع کردیم به تمرین کردن. اوایل سخت بود واسش. من نمیتونست و با عصبانیت شروع میکرد به سر و صدا کردن که تنهاش بذارم. اما هیچ وقت این کارو نکردم. به جاش وایسادم و کمکش کردم دوباره سر پاشه و تمرین کنه. کم کم اونقدر خوب شد که تونست شروع کنه به راه رفتن. یه مدت بعدش هم تصمیم گرفت به خانواده‌اش در مورد صحبت کردنش بگه. از اینکه حال رویش هم داشت روز به روز بهتر میشد به خودم افتخار میکردم، چون حس اینو میداد که تو زندگیم بالاخره یه کار بزرگ انجام دادم که مطمئناً اثرش میمونه. نیما دیگه نیاز نبود روی ویلچر بشینه. با همه حرف میزد و
حالا میتونست مثل یه آدم سالم زندگیشو بگذرونه و این بیشتر از هر چیزی برام ارزش داشت. با اینکه برام سخت بود، اما منتظر بودم که خانم و آقای فرهمند عذرمو بخوان و بگن که باید از خونشون برم. منم کم کم باید برای ترم بعد دانشگاهم آماده میشدم. رامین دیگه با هم کاری نداشت. وقتی هم که فهمید نیما بهتر شده و حالا صحبت میکنه، از رفتارش معلوم بود که مدام نگران اینه که به خانواده‌اش در مورد نیلوفر بگه. ولی نیما هر چقدر که پدر و مادرش ازش سوال میپرسیدن جواب نمیداد و میگفت هیچی ازش در مورد اون اتفاق و دلیل کاری که با خودش کرده نپرسن. پدر و مادرش هم که اون روزا رو ابرا بودن لام تا کام صحبت نکردن و گفتن هر طوری که خودش راحته. فکر میکردم روزای خوب منم همراه نیما تو راهه. من اون به هم وابسته شده بودیم. کنار هم میگفتیم و میخندیدیم و میتونستم کامل حس کنم که این احساس یه طرفه نیست و جفتمون برای کنار هم بودن چقدر ذوق داریم و از هم حس خوب میگیریم. اما روزای خوش همیشه پایدار نیست. نیلوفر تا زندگی منو خراب نمیکرد از بر نمیداشت. معلوم بود از این که دارم راحت زندگیمو میکنم و با نیما حالم خوبه ناراحته. برای همینم به امیر خبر داد من کجا قایم شدم و دارم پرستاری یه مریضو میکنم و کلی حالم خوبه. امیر و دوستای دیوونشم یه شب وقتی استراحت میکردم بی سر و صدا از طریق پنجره ریختن تو خونه آقای فرهمند. فقط میتونم بگم شانس آوردم که یه لحظه تونستم اونقدری بلند داد بکشم که نیما از خواب بپره و بیا تو اتاق سراغم. وقتی امیر رو دیدم اونقدر ترسیده بودم و حالم بد بود که از حال رفتم. خدمتکارا زنگ زدم به پلیس و خلاصه کلی شلوغ بازی شد. نیمام که از وقتی تو بیمارستان به هوش اومدم مدام بالا سرم رژه میرفت زنگ میزد به پدرش که بپرسه با امیر و دوستاش چیکار کردن. اولش خیلی از دستم ناراحت شد که بهش نگفتم امیر همچنان دنبال منه، چون به خیال خودش فکر میکرد چون خیلی وقت بود از غیب شدن من میگذره دست از سرم برداشته. بعدش هم که فهمید من از ماجرای اون و نیلوفر خبر دارم بیشتر ازم دلخور شد، چون خیال میکرد باید بهش میگفتم و میشه گفت حقم داشت، چون این ماجرا به اون مربوط بود و نگفتم بهش یه جورایی باعث شده بود بهم بی‌اعتماد شه. من تا مدت‌ها درگیر اون استرس و اون شب ترسناک بودم. مدام خواب میدیدم و بیخوابی میکشیدم، چون میترسیدم امیر دوباره سر و کلش پیدا شه. نیما هر شب با هم حرف میزد و دلداری میداد. جلوی پدر و مادرش روم نمیشد سرمو بالا بگیرم، چون باعث شده بودم یه عده آدم مریض بریزن تو خونه‌شون و کلی خرابکاری به بار بیارن. با این حال برام وکیل گرفتن و امیر و رفیقاشو کشیدن تا پای دادگاه. کلی آدم از محله جمع شده بود دم در دادگاه. هیچکی باورش نمیشد کسایی که یه محله بودن به خاطر من دارن دادگاهی میشن و قرار کل محله مخصوصا دخترها از دست اینا به آسایش و آرامش برسن. برعکس این که من فکر میکردم همه اینا زیر سر رامین باشه، امیر توی دادگاه اعلام کرد آدرس خونه فرهمند از نیلوفر گرفته و اینجا بود که پای نیلوفرم به دادگاه باز شد. نریمان خیلی سر صدا را انداخت. وقتی هم که چشم نیلوفر به چشمای نیما خورد حس کردم برای جفتشون مثل شوک بود. با این حال نیما خیلی بیخیال برخورد کرد و اونو نادیده گرفت. خیلی طول کشید تا این ماجرا حل شه. امیر به 5 سال حبس و دوستاش هر کدوم نزدیک 3 سال حبس محکوم شدن، چون هم ورود غیرقانونی داشتن هم اقدام به دزدی. خیالم که از نبودن اونا تو سطح شهر راحت شد. بالاخره بعد مدت تونستم با آرامش سر روی بالش بذارم. ولی تموم این بروبیا باعث شد من یه ترم دیگه از دانشگاه عقب بمونم. خودم رو برای شروع دیگه آماده کردم. منتظر بودم خانم و آقای فرهمند من از خونه بندازم بیرون و همینم شد. وقتی داشتن ازم درخواست میکردن برای کار به یه جای دیگه برم، نیما جلوشونو گرفت. خودم حدس میزدم این کارش از روی ترحم و دلسوزی نیست، بلکه به خاطر وابستگی و علاقه‌ایه که بینمون شکل گرفته، ولی به روش نیاوردم. خلاصه که من اونجا موندگار شدم. حداقل تا الان که اینطوره. رامین از اونجا رفت و من به عنوان یه خدمتکار ساده تو خونه کار میکردم و در کنار دانشگاه یه حقوق ناچیز و یه اتاق برای خواب از طرف پدر و مادر نیما میگرفتم که اموراتمو بگذرونم. با پولیم که از فروش خونه قدیمیم تو محلم عایدم شد طلا خریدم که پس انداز کنم و اگه خدایی نکرده دوباره به این مشکلی خوردم بیچاره نشم. نیما همیشه با هم از عشقش و حسش صحبت میکنه، ولی جفتمون میدونیم که
برای بیان این احساسات الان وقت مناسبی نیست. پس فعلا منتظریم که ببینیم سرنوشت برامون چه خوابی دیده. من تو زندگیم سختی زیاد کشیدم، ولی از همه‌شون یاد گرفتم چطور قوی بشم. دیگه اون دختر ترسوی قبل نبودم. از هیچکی نمی‌ترسیدم. نیما دیگه توی گذشتش گیر نکرده بود. یاد گرفت اتفاقا رو پشت سرش رها کنه و به جلو پیش بره. منم توی این رو کمکش میکردم و همین به جفتمون ثابت کرده بود عشق واقعی این نیست که وسط راه جا بزنی. عشق واقعی اینه که هر اتفاقی افتاد، توی خوشحالی و غم، توی مریضی و فقر، در هر صورت کنار کسی که دوستش داری بمونی و کمک کنی که سر پاشه. مثل کاری که من و نیما با همدیگه میکنیم.